متاسفانه این داستان کاملا واقعیه. سالهای گذشته یکی از مسئولین ارشد کشور یه دختر 15 ساله رو صیغه میکنه. بعد از گذشت مدت این دختر 15 ساله حامله میشه. اون مسئول از ترس آبروش دختر رو مجبور میکنه تا سقط جنین کنه. دختر میگه وحشت سر تا پامو گرفته بود، اما منو به زور روی تخت خوابوندن و بیهوش کردن. وقتی به هوش اومدم دیدم کف اتاق غرق به خون افتادم. تو خاطراتش نوشته که تا آخر عمر سلامتی جسمی و روحیمو این عمل کورتاژ ازم گرفت. اون دختری که این بلا سرش اومده اسمش پروین غفاریه و اون مسئولی که این بلا رو سرش آورده اسمش محمد رضا شاه پهلویه. این بخشی از خاطرات خانم پروین غفاریه تو کتاب تا سیاهی در دام شاه، صفحه 5. میتونید برید بخونید تا با شخصیت واقعی شاه آشنا بشید. خنده‌دار اینه که اینا شدن واسه ما مدعی زن زندگی آزادی. اینا شدن مدعیان حقوق زن. بابا شاهتون این بلا رو سر دختر 15 ساله آورد. تازه این اولیش نبود، آخریش هم نبود، خیلی های دیگه بودن.